دو تا رفیق میرن سینما. اولی میگه شرط میبندم که این اسبه که تو فیلمه از روی این جوبه نمیپره. دومی میگه شرط 100 تومن که میپره. بعد آخر فیلم میشه و اصلا نمیتونه بپره. اولی میگه منو ببخش، من قبلا این فیلمو یه بار دیده بودم. دومی میگه اهکی، من خودم 3 بار دیده بودم، فکر کردم شاید این دفعه بپره. حالا شده قاعده مذاکرات. هر کشوری که با آمریکا مذاکره کرده و گل مذاکرات آمریکایی خورده، بعدش بمبارون شده. مثل مصر، ایران، سوریه، لبنان، لیبی، اوکراین، اردن و این آخری قطر. و بعدیش هم که نتانیاهو گفت ترکیه است و احتمالاً عربستان و امارات. حالا آمریکا گفته میخوایم با ایران دوباره مذاکره کنیم. مثلا دولت فکر میکنه این دفعه اسب میپره. دو تا رفیق میرن سینما. اولی میگه شرط میبندم که این اسبه که تو فیلمه از روی این جوبه نمیپره. دومی میگه شرط 100 تومن که میپره. بعد آخر فیلم میشه و اصلا نمیتونه بپره. اولی میگه منو ببخش، من قبلا این فیلمو یه بار دیده بودم. دومی میگه اهکی، من خودم 3 بار دیده بودم، فکر کردم شاید این دفعه بپره. حالا شده قاعده مذاکرات. هر کشوری که با آمریکا مذاکره کرده و گل مذاکرات آمریکایی خورده، بعدش بمبارون شده. مثل مصر، ایران، سوریه، لبنان، لیبی، اوکراین، اردن و این آخری قطر. و بعدیش هم که نتانیاهو گفت ترکیه است و احتمالاً عربستان و امارات. حالا آمریکا گفته میخوایم با ایران دوباره مذاکره کنیم. مثلا دولت فکر میکنه این دفعه اسب میپره.